أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اینک برادران و خواهران عزیز، الله چیزی که ما گپ میزنیم برای هر یک ما و شما استفاده و افاده نصیب گرداند. بحث ما بحث حج است. فرض‌های حج رو میخونیم و نقل میکنیم. فرض‌های حج، یکم فرض حج نیت کردن هنگامی که مرد به احرام یا که زن به احرام در آمدن مرد به احرام، در آمدن زن به احرام دیگرگون است. مرد دو لباسی که سفید است این را میپوشد. پیش از در آمدن نیت را بگیرد. باید نیت این عمل قلبی هست و زن باشد فقط کشودن همین جاغ تا پیشانی کفایت میکند و لباس حجاب خود را میپوشد و نیت برای زن کافی هست. یکم فرض حج نیت است که دلیل ما پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند انما الاعمال بالنیات، عملهای ما به نیت وابسته. دوم فرض حج باشد مدت 1 ساعت خواه شب یا که خواه روز در عرفات ایستادن وقفه کردن. دلیل من وقف ساعتا من لیل بعرفه من لیل او نهار فقد تم حجه. کسی که 1 ساعت مدت 1 ساعت در عرفه در عرفات وقفه کرد ایستاد، خواه شب ایستاد خواه روزانه، حج این شخص، این مسلمان زن مسلمان مرد قبول کرده شده است در نزد الله. سوم فرض حج باشد طواف زیارت. دلیل ما ولیطوفوا بالبیت العتیق. بیت العتیق یعنی که کعبه، خانه ای که اولین مراتب ساخته شد، خانه ای که قدیم است. قدیم نه به معنای کهنه، خانه ای که اولین مراتب در زمان قدیم ها هم در زمان پیشین هم پیامبران در آنجا چیکار میکردن؟ طواف میکردن، عبادت میکردن. طواف کردن حول این گرد این کعبه طواف زیارت، یعنی که طواف چند نمودی طواف هست. طواف قدوم هست، طواف زیارت باشد، طوافی که این مورد میشود و طواف فرض. خلاصه حج 3 فرض دارد. یکم فرض حج نیت کردن، پیش از هنگام احرام در آمدن نیت کردن. دوم باشد در عرفات وقفه کردن 1 ساعت، خواه شب باشد خواه روزانه. سوم باشد طواف زیارت کردن حول اطراف کعبه. والحمد لله رب العالمین.